همه فرزنداش همه ببینیم پدر یا لینک نداره. سلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوق سلامت هستین. برادرای عزیز نوارا تا اخیر تماشا کنیم. برادر جانا از شما خواهش میکنم لایک و کامنتاری خودتون بنویسونین. برادر جانا با خاطر که ما لایک کامنتاری میگیم برادر جانا، همین لایک کامنتاری شما یعنی که همین نوارا پهن میکنه. الحمدلله که همین پدر موجود یگم یاردمش میشوه از می جانب شما که یگم پدیلیت سمیکنی همین را سبب میشه در همینجا برادر. شاید همین را یگم مدام در روان کنی که الحمدلله میگه که به ممز بوری همین پدر یعنی محکم کنم. همه فرزنداش همه ببینیم پدر یا لینک نداره برادرای عزیز. به خاطر حالا خونش هست اینجا، خونش همش وید نه برادر جون. ما از شما خواهش میکنم کدامت که زورت نمیرسه برادرای عزیز لایک کامنتاری مونین نوار انشالله که پهن میشه. بعد برادرایی که کدامت که زورتون میرسه برادر جون از شما خواهش میکنم همچون برادری مسلمان کرتا اکاهای نمروی اکاهان زنگ بزنین. همه اکرا یک اول پرسش کنین کدامت که از تاجیکستان باشین میتونین که بین یک خبرش بگه نمیدونم یگو گوسپندکش میبرین یگم خوب چه اردش میبرین یگم چیزش میبرین. همه برادر نگاه کنین زندگیش نگاه کنین اوز خودش معلومه برادرای عزیز. بیاین برادرای عزیز یک 100 روبله که خیر میکنیم، یک 500 روبله، یک 1000 روبله که خیر میکنیم برادرای عزیز. با خاطر الله بیاین هم پدر یک دستگیری کنیم همه کسا انشالله. با چنین زور است برادر جونا، چنین زور است همه را یک یاردم کنیم که برادر جونا همه فرزندکش را یک فرمت نبوار کنین. ای چند قشید مرا گفته سه دیگه وریم هم نشید به خدا برادرها، وریم بد برادرها پروسا اوچیرا چون نبد. هرچند که ولی بعضیش دشمن اخورات میکنه که تلفنمون نمیورداره کارمون بود نمیکنه برادرای عزیز. اینا دست پیش بر ما از شما بخشش میپرسم با خاطری که ما اسپید نمیکنم. ما چی قدر اسپید میکنم ما همه کار ما بود میکنم برادرها. شما مرا پراویل بفهمین ما خفه نشین. برادرایی که تجارتمندین از شما خواهش میکنم اکایی که هستن الحمدلله از شما خواهش میکنم چنین زور هستون ما نمیگیم که یگم سومی وزمین همین قوت با توانایی یک یاردم کنین که همین پدر تویست یگم نمیدونم یگم خونش ساز میکنن نمیدونم وجود یگم اصلا بگیریم فرزندکاش شوک پر ندارند بسیار چی کرد. با همون خاطر برادرای عزیز بیاین یک یاردم کنین که همین پدر همین فرزندکاش یگم شوک پر بگیره و یک کم ترک زندگیش بهبودیش ساز کنه برادرای عزیز. یعنی که این پدر حاضر خیلی ببینین شما یا لینک نداره. این پدر دستنگره، یعنی که دستنگره برادرای عزیز. باید ما بعضی درجه چشمون بجخیم همین خیلی بگیم که بیایم پدر یک یاردم کنیم. به خاطر الله برادرای عزیز باقی در امان الله باشین. خداوند همه تا نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه های مهاجر خداوند در حفظ و نگهدارتون باشه. اینمی اکای قربان اینوالید دیم گروه 330 سومون نفقه میگیره. احوالش به حد بده بیچاره را در یک خانه‌چه زندگی داره. اینا دو دخترچه به بالغ رسیدگی، یک تاش صنف 2 یک تاش صنف 4 میخونن. همه در یک خانه قطعی اویلش خوان. به حد احوالشون بده. التماس اگر علاج باشه همین کسی یاردم کنه که یک بهبودی زندگیش بینه. التماس اینا اکای قربان اینا یک خانه چه ده اینا نگاه کنه که همه اینا چیوش در همین دروی خانه اینا در پاکتو پر کدگی. اینا جای مکتب تیورکنی دستوی کودکوش هم همینجا و اینا نگاه کنی. اینا گاز اینا اوقات کنی پلیتا اینا همه احوالش باور که در یک جا یگون چی دیگه نداره. یعنی یک دکان تمام دیگه یگون وای خانه‌چه نداره که مقصد زندگیش پیش بره. التماس که همین بیچاره را دستگیری کنه. خیلی میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. اینا اکای قربان برای بچه های مهاجر یک سخن کنه خطونم. السلام علیکم برادران
برادران نیکی در مهاجرین پروردگار همتا نگهبان شوه و یک دستگیریم کنین. یک دو دخترچه دارم، خیلی بچه ندارم که مثال یا یاردم پاردم کنه کارو کنه. دو دخترچه و نوبالغ دارم، یا تصریف خیلی نچور، یا تصریف سه. هم یکم یاردم کنین. خدا پروردگار نگهبانتون شوه و خیلی باید زندگیمون رو بینیم یا مثال کار بانونه خیلی کنیم. یکم خانه دیگه کنیم بریم یا زندگی کنیم. در خانه می تنگ تاریک باور کنیم. اینجا هم انجام خانه هم بگیم آش خانه مون هم جای خوابمون جایی نداریم که مثال چی کنیم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم. مثال یا دستگیریم که خدا پروردگار نگهبانتون شوه و ثواب شوه. مال رحمت بابی قربان خیلی بچه ها در روی میکنیم نواره خیلی میبینن انشاءالله و رحمان خدا در این دهه عید